هلو، خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم با یه آهنگ جدید از AK دلاور. AK دلاور؟ آره AK دلاور. اون آهنگش بود مهجوینم و اینا، دخترکم نازنینم. آره اون دخترکم نازنینم که من خیلی خوشم اومده بود و رفته بودیم و این دومین آهنگی که قراره ازش بریم. 6 روز پیش، تقریبا یه هفته پیش این آهنگو داده و تا الانم 400,000 تا ویو خورده، یعنی خیلی زیاد. بریم با همین موزیک ویدیو که نه ترکو گوش بدیم. ای که این دلاور، خطه ای از مازندران، خطه ای از دلاور جان. اون آهنگش خیلی باحال بود، خیلی قشنگ بود و این هم از آهنگ اسمشو نمیدونم چیه واقعا، چون به زبان روسی نوشته است. دلاور خطه دلاور جان اومده و شروع کن. نمیفهمم چی میگه اصلا. این چه زبونی داره میخونه؟ روسیه‌ای داره میخونه؟ کاش روسیه‌ای نباشه، فارسی توش باشه. واقعا شرم نداری اگر پیشم بیای، میگه شرم نداری اگر پیشم بیای؟ مجبور شید به مای غمی زیاد. من مجبور شم به این غمی زیاد. تا باز نزپای وسیدم با دراری خودت زراریدم بارد و فیگا بی با طرفی مدم مزنی پادبانی اما. نه ببین داره فارسی میخونه خب، ولی یه خورده غلیظ و یه سبکی هم داره میخونه تو حالت مامبل رپتوری. مامبل رپ یعنی این چیزایی که اصلا کمتر متوجه میشی، اینجوری مثل همه میخونم. سلام علیکم. ببخشید خیلی خوب بود اینجاش. سلام علیکم. چه خوب بود. من یه دوشنبهشو فهمیدم. چه جالب بود. تو شهر دوشنبه بود، هرچی بود خیلی با چه ریتم خفنی داشت. اما باشیدی ترمارا لوبوی چی برآوردی. ای مارسل تو شهر دوشنبه اوبوزای کی موجی دوشیدم رفیرود بس نزمان بارود استماده بخشیشنی خاطر یکم برنا. خیلی باحاله ولی خب نمیفهمم چی میگه. بردم داژا کاروسل رمانتیکا کشتا کدام کی رنگیت نازش مدید. چه خوب. نه من نگاندیش نگاه نه گیت نازش مدید. ای مارسل تو شهر دوشنبه اوبوزای کی موجی دوشیدم رفیرود بس نزمان بارود استماده. شما میفهمید چی میگه؟ یه سری کامنت بذارن ببین ما هم نمیفهمیم چی میگه. آره من فکر کردم فقط خودم نمیفهمم، تو تاجیکستان هم نمیفهمن بعضیا. حالا شاید اینو حالا میفهمم ولی مثلا شون امسی رو نه کسی نمیفهمه زیاد. بخشیشنی خاطر یکم برنا بردم داژا کاروسل رمانتیکا کشتا کدام کی رنگیت نازش مد. خیلی خوشم میاد اینجا. من دیگر دست نکنن چه خوب داره میخونه، چه جالب میخونه. میدونی تغییر فلو و این چیزا توی زیاده، خوشم به خاطر همین خوشم میاد. بهش نمیخوره با این قیافه. هرچی بیشتر تمرکز میکنی ببینی چی میگی بیشتر ترتر نمیفهمی. آره نه تا شل کنی لذت ببری. چه خوبه، چه این اتیکش خوبه. توپا نه
میفهمم، ببین متوجه میشم اون کلماتشو، باز مثل اون داستانی که جمله رو نمیتونم کامل کنم. خوشم میاد ازت. برا که اینه بذاری تو ماشین اینجوری استماده بخششنی خاطر یک گنگور نبردم داجه کاروسل رمانتیکا کشتاکو دمگی رنگیت نازش مدیدم این یه تیکش 30 بار باید گوش بدم. سه تو شاری دوشنبه و بزای ایموجی دوشیدم رفیرود بس نزمان نبارود. یکی داره براش یه کاری میکنه، نزنه برات فقط شنیدم. استماده بخششنی خاطر یک گنگور نبردم داجه کاروسل رمانتیکا کشتاکو دمگی رنگیت نازش مدیدم روزی والا خانگیو چه دوی من خوشم میاد ازش، چقدر استعداد خوبی داره، چقدر خوب از صداش داره استفاده میکنه. شرم نداری اگر پیشم بیو مجبور چیدم غم زیاد. آخه غمش زیاده قلبم نه این بر قلبم آمده تو شهر دوشنبه بابه لا 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 لولولو. خیلی باحال بود، من خیلی خوشم اومد با اینکه نفهمیدم چی گفت زیاد که اصلا کلا نفهمیدم، خیلی خفن بود، به نظرم باحال بود، واقعا ارزشش داشت که گوش بدیم و حال کنیم باهاش. شما برید حال کنید، بذارید تو ماشین و عشق کنید. خیلی دوستتون داریم، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.